سلام دوستان، من آریا هستم. با اولین قسمت از برنامه‌ام در این شب بارانی در پلتفرم یوتیوب در خدمتتون هستم. برنامه‌ای که میاد چند روز در هفته را اختصاص میده به اخبار سلبریتی‌های معروف دنیا. توی قسمت اول برنامه میخوایم راجع به جنیفر انیستون صحبت بکنیم. جنیفر انیستون که در تازه ترین اخبار اومده واکنششون داده نسبت به مرگ متیو پری و همچنین آخرین عضو خانواده فرندز هستش که به مرگ متیو پری پس از 2 هفته واکنش نشون میده. توی این واکنش اومده در ابتدا یک عکسی از صفحه چت خودش و متیو پری رو به اشتراک گذاشته که متیو پری بهش گفته خندوندن تو روز منو ساخت، مرسی که روز منو ساختی، و جنیفر انیستون هم در جوابش خندیده و گفته برای اولین بار از هزاران بار. همچنین جنیفر انیستون گفته که استراحت کن برادر کوچولو و توی این بیانیه هم عنوان کرده که متیو جزئی از دی ان ای ما بود. و اما خبر دوم ما برمیگرده به مجله جی کیو که هر ساله میاد مرد سال رو انتخاب میکنه و امسال در یک حالت بسیار متناقض اومده کیم کارداشیان رو به عنوان مرد سال انتخاب کرده. کیم کارداشیان در کنار ترویس اسکات و جیکوب الوردی بازیگر معروف استرالیایی تونسته که مرد سال امسال بشه. این مجله در دفاع از خودش اومده گفته که کیم کارداشیان امسال خیلی پرکار بوده. اون در کنار فعالیتش در رشته وکالت و همچنین ورزش حرفه‌ای تونسته برند خودش اسکیمز رو به اوج خودش برسونه و سهام این شرکت رو به ارزش 4 میلیارد دلار برسونه. برند اسکیمز یه برند لباس زیر و لباس خانگیه که از پارسال تا به الان به محبوبیت خیلی زیادی بین مردم رسیده. همچنین این برند لباسای بسکتبالی های NBA و همچنین ورزشکاران المپیک رو هم تولید میکنه. این مجله گفته که کیم کارداشیان تونسته با به اوج رسوندن این برند زنان زیادی رو در زندان و همچنین در خانه به اشتغال برسونه و به درآمدزایی برسونه. حالا هنوز واکنشان نسبت به این انتخاب مجله جی کیو ادامه داره و همچنین خیلی هم از جامعه فمینیستی اومدن به کیم کارداشیان حمله کردن و گفتن این حرکتت بسیار ضد زن بوده. حالا اونش دیگه ما نمیدونیم، ولی هنوز که هنوز واکنشاش ادامه داره. حالا از آمریکا دوستان بیایم بریم به سمت استرالیا. خبر دارم از یک زوج بسیار کم حاشیه و خوشپوش، خانم مارگو رابی بازیگر و آقای توماس آکرلی تهیه کننده. این زوج که هفته گذشته در خیابان‌های استرالیا با هم قدم زنان دیده شدن، 7 سال پیش پس از مدتی آشنایی با هم دیگه ازدواج کردن رو نشون میدن که هنوزم که هنوز آتش عشقشون داغه و با هم دیگه خیلی خوشحال دارن روزای متأهلیشون رو سپری میکنن. مارگو رابی امسال تونسته با بازی در فیلم باربی و همچنین تهیه کنندگی فیلم باربی به درآمد حدوداً 50 میلیون دلار تا به این لحظه برسه. دوست پسر سابقش که میشه شوهر فعلیش هم تهیه کننده بسیار موفقیه و هر دوی اونها 33 یا 34 سالن، فکر کنم 33 سالن. خب حالا میرسیم به جنجالی ترین ویدیوی هفته. جنجالی ترین ویدیوی هفته برمیگرده به تیلور سویفت و دوست پسرش تراویس کلسی. تیلور سویفت و تراویس کلسی که 2 ماه پیش به صورت رسمی رابطه‌شون رو علنی کردن، این هفته در آرژانتین در کنسرت تیلور سویفت تراویس کلسی برای اولین بار به عنوان دوست پسرش حاضر میشه و یعنی این دو حاضر میشن به عنوان یک کاپل روی صحنه، که البته حالا روی صحنه هم نه، اما تیلور سویفت از روی صحنه میاد پایین و تراویس کلسی رو میبوسه و بغل میکنه و کلی از همین ماچا رو میماچن و این صحبت ها. و تیلور سویفت اینو بهتون بگم که یه خبری راجع به دوست پسرش بذارید اول یه ذره دوست پسرش براتون باز بکنم. دوست پسرش آقای تراویس کلسی که با این هیکل اون بیشتر میتونه منو باز بکنه، یک بازیگر بسیار معروف، یعنی یه بازیکن بسیار معروف فوتبال آمریکاییه که تونسته چندین بار جایزه سوپر بول رو برنده بشه. حالا جایزه سوپر بول چیه؟ توی فوتبال آمریکایی که اینجوری وای میستن حمله میکنن به هم، یه توپ بیزی مانند را هم داره، مثل جایزه توپ طلاست که بزرگترین دستاورد شخصی یک بازیکن توی دنیای فوتباله که حالا کریستیانو رونالدو داره، مسی داره و خیلی دیگه.
سوپر بول چندین بار برندهش همین آقای تراویس کلسی بوده که نشون میده یکی از خفن‌ترین بازیکنهای فوتبال آمریکایی دنیاست. 34 ساله است، بسیار بسیار خوش اخلاق و شوخ طبع اینجوری که میگن و کلید آشناییشون هم از اونجایی میاد کلید میخوره که خود آقای تراویس کلسی چند ماه پیش مصاحبه میکنه و توی مصاحبهش خیلی راحت میگه که من توی کنسرت آمریکای تیلور سویفت شرکت کردم، اما هر کاری کردم که برم جلو به شماره بدم به نحوی نتونستم. تیلور سویفت هم این خبر رو متوجه میشه و نسبت به این خبر واکنش مثبت نشون میده و مدیر برنامه با هم دیگه هماهنگی میکنن و این دوتا با هم دیگه یه چند ماهی رو، یه چند هفته یا میگذرونن و 2 ماه پیش با هم دیگه به صورت رسمی وارد رابطه میشن. و اینم خدمتتون عرض بکنم که تیلور سویفت پارسال پس از 7 سال رابطه‌شو با جو آلوین، این پسر بسیار بسیار جذاب که میبینید توی تصویر، به هم زد. و حالا چرا اسم جو آلوین آوردم؟ چون توی این کنسرت آرژانتینش این هفته اومده آهنگ لاور رو خونده. حالا آهنگ لاور آهنگی بوده که تیلور سویفت برای خودش شخص جو آلوین نوشته بود و امسال اومده توی یه قسمتایی از آهنگ که اشاره به جو آلوین میکرده عوضش کرده و یه چیزایی گفته که مربوط به تراویس کلسی هستش. تصاویری از این کنسرت رو هم میتونید توی یوتیوب ببینید، بسیار بسیار جنجالی بوده و حالا باید ببینیم که رابطه این دو عزیز بزرگوار به کجا ختم میشه. خب این بود اولین قسمت از برنامه من. امیدوارم که خوشحال باشین و از دیدن برنامه لذت ببرید. راههای حمایتی از من را حتما فراموش نکنید، خیلی کمکم میکنه. تا 2-3 روز دیگه که دوباره برگردم، دوستتون دارم. بدرود.